هلا اینجا سنترال پارک. امروز 4 مارچ و بعد از حدود 5 ماه هوای فوق‌العاده سرد زیر صفر نیویورک، هوا دلش خواست به ما یه حالی بده امروز و دمای هوا امروز 61 درجه است. همه اومدن بیرون پیاده روی، پیکنیک، خلاصه دیگه هیچ کس تو پوست خودش نمیدونه که توی این سنترال پارک. دوست دارم که شما همراه من باشین. یه مختصر و مفید از سنترال پارک بهتون بگم. این کالسکه‌ها رو می‌بینید؟ تا یادم نرفته اینا رو بگم که از اول تا آخر بخوای دور بزنی سنترال پارک مستطیل شکل رو، حدود 1 ساعت به این کالسکه‌ها زمان میبره. سنترال پارک وسط ساختمان‌های بلند منهتن، تو قلب منهتن واقع شده و سال 1985 دو تا معمار بسیار مشهور اینجا رو ساختن. اینا که خب منم دیگه دارم میگم بریم که داشته باشیم که بقیه اطلاعات در رابطه با سنترال پارک رو خدمتتون تا اونجا که امکان داره بگم. در سنترال پارک حدود 25,000 درخت خیلی پهن و تنومند قرار داره، 7 تا لیک داره و حدود 36 پل داره و جالبش اینجاست که 136 نقطه جنگلی داره. یه مسیر فوق‌العاده زیبای پیاده روی هم داره که تقریبا حدود 4 کیلومتر طولش. با هم دیگه بریم که داشته باشیم ببینیم که چه اتفاقات جالبی امروز میفته. همیشه یه اتفاق جالبی به هر حال توی سنترال پارک نظر همه رو جلب میکنه. بریم که با هم دیگه داشته باشیم. It's finished. There was a show, but it's finished. There was a show, but it's finished. Tinha alguma coisa na خیلی تصادفی این ستاره جوان از فرقی نداره زیاد این خود فاصله خیلی من به سیزده‌دار ایران حال هوا عید بگیره به مشام خوره. 13 درم به نوعی انگار داریم به چشم میبینیم. خیلی قشنگه. دلم تنگی شده واسه ایران.
سنترال پارک هر فصل زیبایی خاص خودش رو داره. فوق‌العاده است توی پاییز، فوق‌العاده است در بهار، فوق‌العاده است در زمستون و تابستون همینطور. یعنی یه چیز خیلی معرکه‌ایه. آسمونش رو ببینین، ابرا رو ببینین. امیدوارم که شما هم یه روز اگر حالا دیدن نکردین از سنترال پارک، اگه اومدید نیویورک حتما سنترال پارک رو فراموش نکنید. حداقل یک روز رو اختصاص بدین برای سنترال پارک از صبح تا شب، چون خیلی بزرگه و خیلی حیفه که همه جاشو نبینید. Some people like roses, fly like wine. I just hope believes simpler times. Провинциальная, не знаю, какая еще. Можно придумать? از ساعت 6 صبح تا حدود ساعت 1 بامداد معمولا همه میان و ورود برای اون آزاد و فری هم هست. این دوتا اومده بودن تمرین، دیجی هستن، برنامه دارن و زیاد میبینیم وقتی میایم اینجا. حالا نه که اینها، ولی مثل این دیجی ها رو زیاد میبینیم که دارن اینجا تمرین میکنن یا برنامهش رو میکنن. به حال من یواشکی از اون پیش دیدمشون، یه سوت کوچولو هم زدم دست تکون دادم. مرسی، سلام. Aber eben, wenn du eben, also quasi wenn du die Vorhand auflegst, dann bist du verloren, ja? امیدوارم که لذت برده باشین. دوباره به امید دیدار در ویدیوهای بعدی. لطفاً سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی ببینمتون. خدا نگهدار. فعلا.